سلام ارادت. خیلی چاکریم. من و آقا محسن محتوای ایران براتون می‌گیریم. خیلی مراقب پله‌ها. خیلی مهمه. یکی از شعارام اینه آقا مفت نکنید تا ولی هوا صاف‌کار هم داشته باشید. چیزی که حقیقته باید تو این بازار بگیرید. ولی سلام ارادت. خیلی چاکریم. امیدوارم که خسته نباشید. دمتون گرم. تو این هوای گرم داریم زحمتیم در خدمت استاد محسن چوپانیان از بچه‌های فعال و اکتیو شهر گرگان که هم پیجشون توی فضای مجازی خیلی فعاله و استادکار باسواد، اکتیو، پرروحیه و یک کوچولو اومدیم امروز نکات اجرایی رو به اتفاق با هم فیلم می‌گیریم که امیدوارم این فیلم خیلی خوبی در بیاد و در نتیجه آپلود بشه و شما دوستان بتونید از محتوای این فیلم استفاده کنید. ممنونم. با ما باشید. بچه‌ها من و آقا محسن محتوایی که الان براتون می‌گیریم اینه. شما وارد واحد میشید به عنوان یک کاشیکار، می‌خواید واحد رو بنا کنید، کار رو از نزدیک ببینید، به چه نکاتی باید توجه بکنید و چه نکاتی رو باید اصلاح بکنید و چگونه شما می‌تونید واحد رو آماده سازی کنید برای اجرا. شما وقتی از راه پله میایید بالا طبیعتاً آسانسور، در ورودی و در ادامه میرسید به کاری که کارفرما برای شما آماده کرده. حالا من از حسام حسین خواهش میکنم که توی این بخش به ما بیشتر توضیح بدن که توی اینجور مواردی که کار من نزدیک میبینیم که با آماده سازی کارفرما مواجه شدیم چه باید بکنیم. آقا حسین سلام. سلام ارادت. مخلصم حسین جان. فدات بشم. عشق من اینو کردم. حسین جان شما به عنوان کسی که توی مجازی فعالی و پیجیدن خب خیلی از بچه‌ها دارن، وقتی وارد واحد میشن دوستان چه نکات اجرایی رو باید رعایت بکنن که در نتیجه خروجی کار خیلی خوبی هم داشته باشه؟ قبل از اینکه وارد واحد بشن یه چیزی من راجع به راه پله بگم که نقش خیلی مهمی توی ساختمان داره. پله آخر، خط تراز پله، یه کار خیلی اساسی و مهمیه که اگر 1 سانت 2 سانت اشتباه کنی با مشکل بزرگی مواجه میشی. یا باید راه پله جمع کنی یا باید سقف خانه رو سنگین‌تر کنی. مجبور میشی بار بیشتر بریزی. اگه 5 سانت 6 سانت خطا داشته باشی چه بالا چه پایین، مجبور میشید یا ملات بیشتر بریزی یا به کفی برخورد میکنی که ملات خور هم نداشته باشه. معمولا پیش میاد پله آخر میاد خیلی من بیشتر ساختمان رو رفتم، استانداردی که برای ما تعیین کردن 18 برای ساختمان، برای جایی که اداری 13، برای بیمارستانا 13. مثلا 18 که برای آپارتمان تعیین کردن بیشتر جاها که ما میریم مثلا میبینیم مثلا 10 تا پله زدن 18، 5 تا پله زدن 15. این اتفاق درستی نیست. خط تراز باید یه خط تراز دقیق باشه. پس مهمترین چیز تمام شده پله آخره. تمام شده پله آخر. این خیلی مهمه. پله آخر تعیین کننده در آسانسورته، تعیین کننده بارخوریه که توی کف واحد داری. در ورودی ضد سرقت بر مبنای پله آخر داره نصب میشه. ملات خوری که شما در نظر میگیری برای کف سرامیک بر مبنای پله آخر داره نصب میشه. خیلی مهمه. راه پله خیلی مهمه. چون میدونیم حسین وقتی ما میایم توی واحد اون از کارفرما طرف معمولا در ورودی نصب نکردن آخه. ما میستن که سنگکار بیاد تراز کف تراز رو بهش بده و معمولا من خیلی جا میبینم 90% مهندسینی هم که توی کار فعالن منتظر تمام شده سنگکار هستن. پس بچه‌های سنگکار خیلی مراقب پله‌ها. خیلی مهمه. نقش ما توی ساختمان خیلی مهمه. سنگکار، کاشیکار یا اوساکارای دیگه. من فعلا سنگکار و کاشیکارم. یک نقش خیلی مهمی توی ساختمان داره. کف پاگرد زده شده، وقتی کف واحد زده میشه باید با کف پاگردت همخوانی داشته باشه. احسن. باید با کف پاگردت همخوانی. نه اختلاف سطح تا 1 سانتی میشه برطرف کنی. در ضد سرقت میاد پایه داره، ولی بیشتر از 1 سانت باشه به مشکل بزرگی برخورد میکنه. حالا ما چیکار کنیم که به این مشکل برخورد نکنیم؟ خط تراز دقیق. خط ترازت باید دقیق باشه. استاندارد هر طبقه 17 تا پله میکنه. توی هر آپارتمانی بری خط تراز کنی 17 تا پله 18 سانت میکنه. پلات وقتی زده شد نوبت کف میرسه. کف واحد. حالا ما از کجا اصل این کار کجاست؟ اصل خط تراز پله کجاست؟ که ما باید خط تراز پله ما رو از کجا تنظیم کنیم. ما وقتی میخوایم خط تراز پله رو انجام میدیم بالاترین نقطه توی واحد رو پیدا میکنیم. خب بالاترین نقطه‌ای که تو واحد کجا؟ معمولا جایی که لوله کشی شده کف لوله رو خوابوندن. اینجا میشه بالاترین نقطه‌ای که توی ساختمان. معمولا اینجا ما بر مبنای بالاترین نقطه پله‌ها رو اندازه می‌کنیم و تمام کف‌سازی‌ها ما بر مبنای بالاترین نقطه انجام میشه. بالاترین نقطه میشه اینجا. ناخن این کفی که الان دادم فوم بتونه. نهایت 2 سانت 3 سانت روی این لوله فوم بتون اومده. درسته؟ استاندارد ملاتوری که ما برای سرامیک در نظر گرفتیم 4 سانت. 1 سانت و نیم. حالا بعضی سرامیک‌ها هست 1 سانت، 1 سانت و 2 خال، 1 سانت و نیم کلفتی سرامیک. پس ما وقتی بالاترین نقطه
در نظر گرفتیم 2 سانت ملات یا فوم بتونه، 4 سانت میشه ملات سرامیک، 1 سانت و نیم، حالا 1 سانت هم میگیم سرامیک، در مجموع میشه 7 سانت. ما بالاترین نقطه رو در نظر میگیریم، بعد خط تراز کلی هر طبقه ما میتونیم خیلی راحت بریم که فرض این کف سرامیک شد با کف راپله ما همخوانی خب بشه. محسن ما الان خط راز رو کردیم و کارهای اجرایی رو انجام بدیم. درست. الان فرض بر این که این واحد قراره ما یه عددی باید بگیم دیگه 80 در 80 ما میگیم 1 در 1. سرامیک قراره 1 در 1 بشه. چجوری بنا کنیم که با کمترین پرت و با کمترین برش و توی زوایای دید چشم کارفرما سرامیک سالم بمونه؟ این هم توضیحات به ما بده. نگاه کن، سرامیکی که میخواد فرش بشه خیلی مهمه. این یه نکته خیلی مهمیه که ما باید اون مبنای کار ما قرار بدیم. من میگم چشم کار کجا؟ جایی که در باز میکنیم میخوای وارد خانه میشی. در ورودی اینجا. درسته؟ الان ما وقتی در ورودی رو وارد میشیم، مثلا سرامیک ما که 1 در 1 نمیتونیم هم اینور یه تیکه خورده باشه هم اینور یه تیکه خورده باشه. درسته؟ ما در مجموع سالم ما از اینجا شروع میکنیم. حالا بیشتر جا میگن نمیخوایم خطاش یکی در بیاد، چون بخاطر اینکه پرت کار میره بالا. آره خیلی جاها میگه معمولا راهرو رو میگه، من دیدم بارا بچه خودم اجرا کردم، میگن قرینه سازی بکنیم. آره مثلا ما اینو میایم مثلا به کارفرما میگیم خط اینجا رو اتاق خوابا رو یکی کنیم، میگه نه پرت کارم میره بالا. در مجموع میگه چون اینجا در میخوره این برای خودش کار بشه، این برای خودش. ما اینجا رو در نظر میگیم، سالم ما اینجا میاد. درسته؟ تیکامو که وقتی میخوره اینجا همینطوری کار جمع میکنیم میبریم عقب. این قسمتی که اینجا میبینید کابینتا قرار میگیریم. شما هر چی تیکه دارید، هر چی پرتی کاری که دارید، میتونید در نظر بگیرید که بره زیر کابینت. از شما میگی که قبل از استارت کار، زمانی خط راز رفتن تموم کردن، موقعی میخوام پهن بکنم اول اینجا یه ریسمان بندازن. آفرین. که تو طول بزرگ کار ریسمان کار رو در بیارن، هم ورودی کار میشه هم وسط کار میشه. و زمانی که ریسمان کار در آوردن بیان یه متره کنن، کاری برانداز کنن، ببینن کجا پرت کمتری میخوره، کجا پرت بالاتری میخوره. شاید لازم باشه بند این راهرو رو، ما گفتیم سرامیک 1 در 1 دیگه، بند راهرو رو بدیم وسط، این ور مثلا 80 ببریم، این ور 80 ببریم که فرض اون ور دیگه پرت نداشته باشیم، و این ورم پرتی که به ما بده که یه دونه سرامیک بشه 2 تا استفادهش کرد. مثلا اگه تو سرامیک 1 در 1 پرت 45 بده، 47 8 زیر 50 بده، قابلیت 2 بار اجرا رو داره. نصفش اون ور. آفرین. میتونیم نصفش از این ور استفاده کنیم. بس بچه‌ها تمام برمیگرده به این که اینو چجوری طول بزرگ کاراتو بنا می‌کنی. بفهمید؟ نه الان ما مثلا یه طبقه رو اجرا کردیم دیگه. مثلا ما وقتی سالم رو اینجا انداختیم، دیدیم اون قسمت سالم می‌خوره 2 سانت از سرش میفته. اون که دیدیم چیزی نیست. بعد دیدیم وقتی کار جمع می‌کنیم میبریم اینور، یه تیکه 45 سانتی می‌خوره اینجا. خب ما حساب کنیم وقتی سرامیک 1 در 1 ما وسط نصف کردیم، پس از هر 2 تا تیکش میشه استفاده کرد. اصلا. درسته؟ پس ما از هر 2 تیکش استفاده کردیم. این گرانی‌های مسائل حداقل اینه که خیلی مهمه. بعد نیم ساعت وقت بذاره و پرت کارو کم بکنه. من یکی از شعارام اینه، آقا مفت کار نکنید، خب ولی هوا صافکار هم داشته باشید. چیزی که حقیقته باید تو این بازار بگیری، ولی حواست باشه کار مردم رو خراب نکنید. پرت کار یکی از مهمترین چیزا توی ساختمان. ما الان کف پایین به این طریق اجرا کردیم. مثلا حساب کنیم اونور نصفه می‌خورد، مثلا اینورم از سالم 1-2 سانت گرفته شد، ولی تا جایی که مثلا میشه پرت کار میشه بریزی زیر کابینه. خب این شد بخشی از صحبت‌های من با آقا محسن برای اجرای کف. حالا می‌خوایم برسیم تو بخش دوم، توی تأسیسات یکم با هم صحبت. دوستان گلم، همینجوری که میدونید ما سنگکارا، کاشیکارا، معمولاً لوله‌کش هستیم، برقکش هم هستیم. با احترام به همه صنعتگران ساختمان، اصلا بچه‌هایی که توی بخش تأسیسات دارن کار میکنن که شغلشون خیلی مهمه، رگ ساختمون دست بچه‌های تأسیساته. ولی نگاه بکنید بچه‌های تأسیسات معمولاً خط تراز ندارن موقع اجرای کار. خب ما زمانی که میایم کار رو تحویل بگیریم با اینا مواجهیم. آیا استانداردش از کف رعایت شده؟ آیا از کف این استاندارد رعایت شده؟ آیا این شیلی که اینجا الان نصب شده استانداردش رعایت شده؟ برای وصل کردن نصبیجات مثل ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و مسائل اون مشکل بر نمیخورن؟ یک کوچولو از آقا محسن هم سوال میکنم که قبل از اینکه ما کار رو تحویل بگیریم چه مسائل رو باید چک بکنیم که در زمان اجرا و تمام شده کارفرما به مشکل نخوره. یه نمونه دیگه بهتون نشون بدم. الان این اینجاست. آیا روزی که برق کار گذاشته روی 90 تمام میشه؟ روی 85؟ روی 120؟ این نکاتی که باید شما دوستان قبل از اجرا چک کنید.
حالا آقا محسن به نظر شما لازمه ما چک بکنیم تاسیساتون رو نه بزنیم بریم به ما چه نه خیلی لازمه. یکی از مهمترین چیزا همین کلید فریزایی که آقا میثم گفت. ناگهان کابینت یه طرفی داره، یه ارتفاعی از پایین داره، یه ارتفاعی از بالا داره. کلید فریز هم برای خودش یک ارتفاع مشخصی داره. ارتفاع کلید فریز بعد همه اینا رو 120 تنظیم بشه. خب از اونجایی که آقا میثم گفت برقکشا خب خط تراز درست سرمایه نه، همه اینا رو ما درست می‌کنیم. حواستون باشه کلید فریز تمام شدش بعد از ارتفاع کف 120 باشه که همه توی خط باشه. ما توی شیرالات الان این کاربریش چیه؟ پکیج آب گرم کن. آیا این آب گرم کن ارتفاعی که استاد کار خواسته روی این ارتفاع منطقی در میاد؟ مثال اگر کف تمام شده ما با کابینت زمینی و کانتر بیاد توی این فاصله وایسه، آیا این 20 اوکی؟ این همه ریز نکاتی هست که شما حتما باید قبلش با تاسیسات حد شده تلفنی 5 دقیقه هم شده صحبت بکنید و این نکات رو ازش اطلاعات فنی بگیرید. مخصوصا شیرالات تو کار خیلی مهمه تو این کار ما که نقش خیلی مهمی. اگر استادکار نصاب شیر اشتباه کنه ما باید حواس ما باشه که اونا هم برای خودشون یک کد ارتفاعی تنظیم شده که همه باید استادکار کاشیکار بدانه. آیا لازمه با توجه به اینکه اینجا بالکن یا تراس داریم، آیا لازمه این تراس با کل خط راز کف ما یکی باشه؟ نه لازم نیست. معمولا بیشتر جا کف تراس از کف واحد 2 سان 3 سان اختلاف داره، پایین تره. درسته بله. در یو پی وی سی مثلا خودش 6 سان 7 سان داره، ولی همیشه یه اختلاف سطحی باید اینجا ایجاد شده باشه که فردروز آبی چیزی هر چیزی دمه‌ای به داخل واحد نفوذ نکنه. زنده باد. خب دوستانی از کلیاتی بود که توی بخش تحویل گرفتن کار و برانداز کردن کار قبل از اجرا صحبت کردیم. حالا به اتفاق آموزه میریم توی یکی از همین سرویس هایی که هنوز نصب نشده خامه، اونم باهاتون به اشتراک میذاریم. در ادامه میریم طبقات پایینتر کار تمام شدهش رو هم با هم میبینیم. سرویس از ایزولاسیون سرویس با هم صحبت کنیم، ببینیم چه نکاتی رو باید آقا محسن برای ایزولاسیون چه نکاتی برای بشه. یه نکته هست که خیلی مهمه وقتی قبل از اینکه کار ایزوگام بشه، حالا چه سرویس باشه چه ارزم بزرگ حمام باشه هر چی باشه، قبلش بنا باید شیب بندی رو کرده باشه. یعنی ما نمیتونیم ملات بریزیم شیب بندی کنیم، قبل از اینکه ایزوگام بشه شیب بندی کرده باشه، بعد کاسه توالت هم قشنگ جاش گذاشته باشه. بعد ما معمولا تا ارتفاع 40 سان 50 سان اینا سیمانکاری میشه که ایزوگام برگرده به بالا. ایزوگام باید برگرده به بالا که فردوز هیچ دمه از پایین به بالا نفوذ نکنه. شیب بندیش خیلی مهمه که استکار قبل شیب بندی کرده. اگر این شیب بندی نکرده باشه شما بیاین ایزوگام رو سطح تراس انجام بدید، فردوز ما شیب بندی کنیم الله بندی یا هر جایی از جای تاسیساتی آبی چیزی بره زیر این ایزوگام میمونه. آقا مثلا منم با بشکه میام با فروغون میام بیل دارم چیکار کنم این ایزولاسیون ضربه نخوره؟ زمانی که شما اینجا رو ایزوگام کردید تمام شد، کارفرما وظیفشه، استکار وظیفشه که به کارفرما بگه روی این ایزوگام باید یه لایه ملات کشیده باشه که منی که کاشیکارم، منی که سنگکارم، زمانی که میام بالای این کف کار میکنم بشکه این بذارم، حتی این ایتالی که دستم میبینی میفته زیر پام لغت میکنم، این ایزوگام سوراخ نشه. باید این عمل انجام بشه. لازمه یک محافظ ایزوگام کشیده بشه 100%. زنده باد. نکته هست؟ نکته که نه بریم پایین. بریم دوش. بچه‌ها نگاه بکنید اینم پله آخر ما نگاه کن. این پاگرد آسانسور، این پله طبقه بالا میره. این پله خیلی مهمه. خب سعی نکنید زیر پله رو ببرید. اینا همه 18 اینا هم 18 از پایین همه 18 17 و نیم اومده بالا. خب این پله آخر درست بنا بشه کف واحد میشه. این خیلی مهمه. بچه‌های عزیز ما از طبقه بالا صحبت کردیم، از اتفاقی رو پله هم افتاده میخوایم صحبت بکنیم، از ظرافت و حساسیت پله صحبت کنیم که چه اتفاقی برای این کف تمام شده ما این پله شما میتونه رقم بزنه. آقا حسین نه همونطوری که گفتم پله تعیین کننده، منتها باید پله جوری خط تراز بری که استاندارد باشه و کم و زیاد نباشه. از همین اول پله آخر ما دور میزنیم تا پله آخر که نگاه کنید تمام کد ارتفاعی پله من 18 در آمده، تمام زیر پله هم 15 3 سانت کلفتی پله حساب میشه 18، هر پله رو یه خالم شیب کنم تمام 18 در آمده.
پس استاندارد پله‌ای که حتی اگه آسانسور هم داره، اگر رفاقت راه میده، بچه‌ها فکر می‌کنن چون آسانسور داره 20 تا خورد خورد، ولی نه بچه‌ها. نه رعایت بکنید که اگه برق بره فکر کنید برق رفته خانم باردار میخواد بیاد بالا. عدد 20 عدد سنگینی بچه. خب ما به این صحبت کردیم توی کار بالا که ما از چجوری باید این کار رو بنا بکنیم و چه شکلی به ما این کار دست میده. آقا محسن شما برای بنای این کار طبق گفته‌هایی که بالا با هم صحبت کردیم چه کاری رو کف پایین انجام دادی؟ این یه دونه از کفای تمام شده ما گفتم سالمه رو انداختم این قسمت. من توی این ساختمان با ناگونی اصلا کلا این زمین هر چهار طرفش ناگونی بود. وظیفه استاکاره که چشم کار رو درست کنه. بله. در ورودی که وارد میشی نگاه کن این قسمت سالم خورد. این قسمت سالم خورده. همونطوری هم که تو ویدیو بالا گفتم من حساب کردم. دیدم اون قسمت از سالمم 2-3 سانت گرفته میشه. این سالممه 2-3 سانت گرفته میشه. بعد متر زدم حساب کردم. دیدم این قسمت کارم یه تیکه 42 سانتی مخوره. دیدم پرت کارم هم یه پرت معقولیه. دیدم مثلا یک دانه سرامیک رو وقتی من وسط نصف کنم میتونم 2 تا تیکه رو ازش بگیرم. کاملا. اینطوری بود که ما حساب کردیم هر واحد یک کد ارتفاعی داره، یک اندازه‌ای داره که ما باید خیلی حواسمون باشه به این اندازه. حالا که آقا موسی مطلب بگو، این مطلب هم دوستان خودم خاطرم هست گفتم بهتون بگم. ببین دوستان تو بحث کلیپس گوه چرا سوال میشه چرا ما کلیپس گوه رو وقتی روی کار هست کار قشنگه اوکی هیچ مشکلی کار نداره، ولی چطور میشه آقای ریایی کلیپس گوه رو بچه‌ها کندن بندکشی کردن کار ما دندون پیدا کرد؟ علتش اینه که میخوام بهتون میگم بچه‌ها. بعضا دیده میشه دوستان میان 5 بسته کلیپس میخرن 2 بسته گوه میخرن. همیشه هم بهشون میگم بچه‌ها 5 تا کلیپس میخری 5 تا هم گوه بخر. اگر داری خب مهم نیست از گوه استفاده کن چون گوه میشه تکرار پذیره، ولی شما باید به اون کف تایم بدی چسبت خوش بشه. اگر ملاتی کار کردی ملاتت با اون آبسیمان زیر باید بذاری خشک بشه. بعضا دوستان امروز صبح کار میکنن غروب من دیدم گوه رو آزاد میکنن که فردا بتونن از گوه ها استفاده بکنن. وقتی گوه رو شل میکنی چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما فرض این گوه رو شل کردی این سرامیک هنوز زیرش خیسه. وقتی میخواد خودش رو خشک بکنه چسب شروع میکنه به جمع شدن که خشک بشه. وقتی آزاد باشه طبیعتا سرامیک هم با خودش میکشه پایین. پس حتما اون تایمش رو رعایت بکنید که تایم قانونیش بسته به آب و هوا بین 4 تا 7 روزه. خود ملات تا بخواد خشک بشه 3 هفته طول میکشه که معمولا کمتر کارفرمایی ثبت میکنه. خود چسب کاشی هم از این قاعده مستثنا نیست 3 هفته طول میکشه. ولی اگر پروژه بهتون اجازه میده حتما تایم 7 روزه یا 5 روزه رو بعد از آخرین سرامیک نصب کردید رعایت بکنید. بعد کلیپس گوهاتون آزاد بکنید. همینجور گفتم به محض گوه آزاد بشه ممکنه کارتون لبه داشته باشه. قبلش لبه نداشت ولی وقتی بندکشی میکنید میبینید لبه داره که 90% معضل زود آزاد کردن گوه رو شما دارید. با محسن ما این مصاحبه رو ادامه میدیم. کلیپس گوه چند تا از بچه‌ها من گفتن کلیپس گوه فقط برای کار چسبیه. کلیپس گوه فقط برای کار چسبی ساخته. اصلا کلیپس گوه برای کار چسبی ساخته نشده. برای سرامیک‌های ابعاد بزرگ ساخته شده که تاب این سرامیک رو برطرف کنه. فرقی نمی‌کنه تو می‌خوای ملاتی کار کنی یا چسبی. باید از کلیپس گوه استفاده کنی. تا زمانی که داری نصب می‌کنی تاب اون سرامیک رو برطرف کنی. تو واحد بالا گفتم 120 تمام شده 120 این چیزیه که وظیفه کاشیکاره این موردها رو برطرف کنه. تمام کلید پریزا همه توی اندازه مشخصی قرار بگیره. چقدر کار خوبی کردی که 120 خوشبختانه جای بند افتاده. بچه‌ها این موضوع هم در نظر بگیرید. ممکنه 105 جای بند بیفته یا ممکنه 115 جای بند بیفته. با کارفرما هماهنگ کنید هر چی شد سعی کنید لای بند کارتون رو در بیارید. این شکل شکیل‌تر و بهتره. یا بین 2 تا سرامیک سعی کنید نیفته یا تو دل سعی کنید نیفته. اگر تانستید جابجا بکنید. 120 استاندارده ولی آیین‌نامه از 110 تا 120 شما رو مجاز کرد. ادامه بده. بریم سمت سرویس‌های ما. بفهمید.
خب برسیم توی سرویس. حسین چه کاری من سرویسی بیام گردبرد کنم؟ همه مربع خودمون میزنیم. نگاه کن استاکاره که داره به کار کیفیت میده. خب شما بدترین سنگ، بدترین مساله، بدترین سرامیک وارد کار میشه، منتها اونجا استاکار تصمیم میگیره که اینجا چجوری بشه که خوشگل داره. گردبرد به کار معنی میده، ارزش استاکار میاره بالا، ارزش اون کار میاره بالا. پول نمیدن، حقوق نمیدن، معنی چی میده؟ حالا دیگه اگر کسی فهمید قدرش دانست که پولت میده، کسی هم که نفهمید من که بیشتر جا واگذارش میکنم به بالای. ولی یه نکته خیلی کارفرمای خوب هنوز هست. پس هست. هست. گردبرد بزنید. گردبرد استفاده کنید. گردبرد که شما استفاده میکنید آقا این باز کنید، گردبرد 35 متر این استفاده باز کنید. اگر هم بخوایم باشه که همون چل خود ما رو بزنید. این هم که من از گردبرد 60 استفاده کردم. آره. نبشان فارسی بر، رد فارسی برو هم همه چسب اپوکسی خورده. خیال خوش. محسن تو پدم نمیزنی. اینا رو همه به جان داداش بدون پد در آورد. با چه صفحه‌ای زدی لله؟ راستش بخوای با صفحه شومر زدم. شومر که گفتم آشغال دیگه. هر صفحه‌ای که تو بازار باشه اگر بخوای طبق قانون و قواعد خودش کار نکنی میتونی اسم آشغال روش بده. نگاه کن صفحه‌های پورسلان بر تنها بدیه که داره اگر حواست نباشه داغ کنه به درد نمیخوره، فرقی نمیکنه. فلان صفحه میخواد باشه، فلان صفحه باشه. صفحه پورسلان برت نذار داغ بشه. وقتی داغ بشه تاب منداز و کیفیت کارت عبه میبره. من همراه با آب استفاده کردم. اصلا تا زمانی که سایش هست، شما دو تا دستتو با هم میمونی دستت گرم میشه، به این میگن سایش. تا سایش هست، پرسونان بر، گرانیت بر، همه چی میشکنه. با صفحه شومر کار کرد، لطف داشت به من. ببینید پدم نزده است. ولی محسن دمت گرم خدایی، من گردبرد رو اینقدر با دقت نمایی که بهت گفتم گردبرد 4 بگیر، همش اصرار رو من داشتی 35. چرا؟ راستش بخوام یه جا گردبرد 4 استفاده کردم، اونجوری که ما خواستم یک ذره گلوگشات در اومد. قول ما گرگانی. آره حال نکردم. من گفتم حالا که دارم کار میکنم استفاده میکنم یه جوری باشه که خودم حال کنم با کارم. بفهمی چی میگم؟ قرار نیست میثم با کار من حال کنه، کارفرما با کار من حال کنه. من باید اول خودم با کارم حال کنم تا بقیه هم کنار من حالشو ببرن.